خود جهانی شدن به معنای مطلق به آزار مثبت وجود ندارد، بلکه همچون روندی واقعی اقتصادی سیاسی امنیتی وجود دارد. ولی ماهیتش چی است؟ مثلا کشور، تمدن، فرهنگی که امروز اقتصادی قوی، تکنولوژی قوی، قدرت نظامی قوی دارد، او جایگاه برتر میگیرد نابسته از اون که او خوب است یا بد. برای همین مثلا فرض کردیم همین زبان انگلیسی، این زبان انگلیسی فرضاً از زبان فارسی یا از زبان فرانسوی یا از زبان چینی بهتر نیست. بخصوص مثلا ما دیگه به یگان شک گفته میتونیم که زبان فارسی از نظر هم سابقه، هم ذخیره، هم هنر، هم زیبایی و شیوایی از انگلیسی صدها بار بهتر است. ولی زبان فارسی چرا زبان جهانی نمیشد؟ چون که پشت این زبان انم قدرت اقتصادی، تکنولوژی، نظامی، سیاسی نایستاده است. پشت زبان انگلیسی امروز قدرت ایستاده است یا قدرت ها ایستاده است که وی از نظر اقتصادی، تکنولوژی، سیاسی، امنیتی بر جهان حاکم است. بنابراین زبان او میاد زبان جهانی میشد، نابسته از اون که وی زبان خوب است یا بهتر است یا بدتر. برای همین این خیلی نیست که در جهانی شدن همه چیزهای خوب بیایند جهانی شوند. فرضاً حتی ببینید خوراکی بد، مثلا مثل مکدونالدز، مثل KFC میبیاد خوراک جهانی میشد، در حالی که نه از نظر ترکیب، نه از نظر سلامتی و بهداشتی، از هیچ نظر او خوراک برتر جهان نیست، ولی اون میبیاد شاهی خوراک میشه برای که صاحبانش قوی هست. یعنی میتونیم بگیم که در روند جهانی شدن ارزش ها از روی خوب بودنشون پهن نمیشن، از روی این پهن میشن که پشتیبانشون که صاحبانشون که همین. حتی میتونیم بگیم که ناعادلانه ترین جای جهانی شدن همین است. مثلا شما یک فرهنگ زیبا یا یک لباس زیبا یا یک زبان زیبا یا ادبیات زیبا دارید، ولی روند جهانی شدن زیبایی ای را نمیشناسد. کسی قدرت داره او جای میگیرد. از این رو مثلا همین ادبیات بزرگ فارسی که در برابرش چیزی نیست در ادبیات جهان، اگر ما صاحبانش هر چه ضعیفتر شیم این هم حاشیه رفتن میگیرد. از همین رو یعنی واقعیت این است که ارزش های خلق ها و کشورهای قدرتمند عمومی جهانی میشن. بنابراین وقتی که بعضی کشورهای شرقی، بعضی کشورهای جنوبی گلوبالیزاسیون رو منفی قبول میکنن، این به معنی نیست که اونا ضد جهانی شدنن، چون که اونا همین جنبه ارزشی فرهنگیش بیشتر منفی قبول میکنن. زیرا آشکارا ما میبینیم که ارزش‌های ملی و معنوی و تمدنی خلقایی که در حالت اقتصادی، تکنولوژی، سیاسی ضعیفتر قرار دارند اون مغلوب میشد، نابسته از اون که قدیمتر است، زیباتر است، بهتر است. همین نقطه بسیار حساسش همینجاست.